ساب گایز، چطور؟ خوش اومدید به یه ویدیو جذاب و دیدنی دیگه. اجازه بده من اینو درست کنم. 2000 years later. خوش اومدید به یه ویدیو جذاب دیگه. خیلی خوشحالم که دوباره منو میبینید، چون من شما رو که نمیبینم. عجیبه. آقا امروز براتون یه سری فیلم هندی آوردم. اینا اصلا هیچ قانونی نداره، اصلا معلومه چجوریه. تیر میزنه، مردم میره بیمارستان، اونو نجات میده. این اصلا یه چیز عجیب غریبه. امروز قراره که این ویدیو رو با هم ببینیم و بهشون ریاکت کنیم. مثل همیشه نه چیز کن، وای نه کجا میری؟ من چنل رو ساب کن، این زیر میاد. تکنولوژی رو میبینی این زیر میاد. لایک کن، کامنت کن، همه این کارا رو انجام بده دیگه. بردارید ما داریم زحمت میکشیم. من نباید اینا رو بگم، خودت باید انجام بدی دیگه عزیز من. این کارا رو بکنید. مرسی که ما رو دنبال میکنید. بریم سراغ ویدیو. Let's go to work. اولین ویدیویی که میخوایم با هم دیگه ببینیم. بریم سراغ ویدیو. موهای من چه شهلایی، خدا شاهده. و شهلا خدا وکیلی خیلی دوستت دارم. الهی بمیرم برات. شما میای خونه ما؟ نه من نمیام. اگه من بیام تو منو میخوری. راست میگه. بریم سراغ ویدیو. اولین ویدیوی سم. اولین ویدیو عجیبه. اوه چیکار کرد؟ ریخ رو صورت زنی. اوه داره میمیره زنی. چی شد؟ میگه ولم کن پدر سگ، برو گم شو. چشاشو در آورد، داره میشوره. چشاشو گذاشت سر جاش. لنز تو هند معنا نداره که. शादी तो पूरी थी, अगर संगीत खत्म होना था मैंने इसका बदला नहीं लिया तो मेरा اصلا چجوری اینا به ذهنتون میرسه؟ این فیلمساز هندی اوه عجیبه. ای خیلی بدم اومد. یعنی چی آخه؟ چش تو چی کار داری؟ چش در میاری؟ میگن یارو چش در اومده است. اینه دست سوخته بحثی شده اینجا. तो मेरा नाम لجنزار. دوست ندارم وایسم سر این. بریم ویدیو بعد. اوه چاقو پرت میکنه، میچرخه. این هلیکوپتری. اوه خروش جنگی. اوه من اوه خروسای هند چه خروسای لایکشون خیلی خوبه. وای خروسای ایران، چرا خروسای ایران این کارا نمیکنن؟ خروسای هند فقط یه وای خیلی خوب بود. این لامصب وای لایکش عالی بود. خروس لایک نشون میده. بریم ویدیو بعدی. वही मेरा शौहर बनने के लायक है। من اسے او من که نیفهم چیزی بری باش. اینو بگیر، اینو بگیر داشتی باش. ماهه دیدی؟ تنها به نو ماهه رو گرفت. دیدی؟ صندلی رو هم من گرفت. بکش مصطفی بکش. نمیاد. تو یه کاری کن تا تنابتو درار لامصب. وای کشی چی شد؟ اصلا نیفهم چه اتفاقی داره میفته. این میفهمید تو کامنت ها بگید. رفت پرواز کرد بره تو ماه. مردی ماه ترکید، قطعاتش اومد زمین. چی کار میکنه سینمای هند؟ وقت تو میری میشینید ریاضی فیزیک میخونید، همه قوانین گن زد توش، همه رو با هم چلوند رفت. کجای کاری ما به ولای علی. ای عوضی ماه خود چرا گرفتی اینجوری لجنزار؟ ماه میخواد بگیری بیا منو بگیره. والا ماه ترمن سفید ترمن هست اینجا. اوه این ویدیوها
خیلی نامفهومه. اگه میفهمید واقعا تو کامنت ها بگید منم بفهمم چه اتفاقی داره میفته. من که نمیفهمم اینه چی داره میشه. خب این بازیکن میره پاش میخوره به چمدون، کلش میخوره تو، میفته تو چمدون، زیپم بسته میشه همینجوری رو هوا. چجوریه؟ پدر سوخته این چه منطقیه؟ لامصب این چیه؟ خب رفت تو چمدون، اوه افتاد تو آب. داره کجا میگی تو؟ چمدون چجوری زیپش بسته شد؟ این سوال من. اگه میدونید حتما تو کامنت ها. خیلی حاجی سرطانه صورتو کندی، ول کن دیگه، با اون بازی نکن. این موهای من میره دیونه کرده. خیلی سرطان این ویدیو. خب امیدوارم که بتونیم تا ته زنده بمونیم. بری ویدیو بعدی. میگن ناسا بعد از انجام این فیلم تعطیل شد. हमारे दिन ماه موتور چی این پدسته؟ موتور سوار میشه، نه میپیشه توی آسمان. جاذبه هم که دیگه چپت گرفتی. جاذبه داره زحمت میکشه. رفت پیش ماه. ایوه مسافرم بسن تو. اوه چه سرودی، چه دوری بپا کردی تو. هیچی نمیفهمم این ویدیو، هیچی. این چینیه اینجا چکا میکنه؟ یک فرد. استادای ما هم تو ایران بخدا دمپایی. یکا رو چه میکنه؟ آفرین مصطفی. ای درود تو روحت. بزن. او ربات گت شد. زنی گت رفت تو. نکنید اینطور گت پرت نکنید به خدا. من چقدر خوابام به خاطر این گت ها به هم ریخته. تو داری وسط خواب ما درس میدی، گت هم پرت میکنی؟ بذار من بخوابم بیدارشم با تو صحبت میکنم، درس تو رو گوش میدم. بله روی اینک داده موزی. او چی شد؟ من زنی تبدیل به چی شد؟ گربه شد. گربه شد. او عروس گربه شد. هنجور نندازه تو رو. ای زنه گربه شد تو فیلم. واو. حتی ما هم اینو داریم دیگه، از این سبک ادیت ها داریم. زلیخا بود در جوونش، اون جوونش چقدر فیل گربه داره لامت. همه چیو میخواد به هم رفت. بریم ویدیو بعدی. حالم خوب نی ولی خوب. خیلی سمه، اصلا نمیتونم متوجه بشم سناریو چیه. بریم ویدیو بعد. زد بهش. این افتاد داره میفته، نیفتاده هنو. او بگیرید اینو. چکا کرد؟ سیری گرفت. جون باشه شیرمرد گرفتی زنی رو. با چی گرفتی تو؟ چرا دستات؟ من اگه بخوام اینجوری بگیرم خشتکم. اینا چینن ها، اینا هند نیستن، اینا الگو گرفتن از فیلم های چینی. اینا هندی هن. توف جفتشون. من بریم ویدیو بعدی. تو بعد زنی کلن تعطیل شد. میزنه خورد تو زنی. آخه خانومی داره میمیره. اوه چه فرو هست. اوه صف نونوایی بوده اعلام هست. مردی چه خود، مردی شبیه سیب زمینی نیه خدا وکیلی. اوه پرد کرد اینجا، اونم قاچ خورد به همین راحتی. اینم زد رفت تو کله، رفت مرده رفت توید و پا زد تو نیزه رفت تو زنی. چیه؟ چه سمیه؟ چه سرش؟ کی اینا رو میسازه؟ تو اونو نشونه من بده. من ای همین هتون مون اعصاب نمیذارن برای آدم. اینا چیه میسازی؟ برای میمونه رانندگی میکنه. سگه هم داره بهش میگه اینطوری نرونی. چه بله یه گردن دنبال اینا هن. سگ باید دنبال اینا کنه، اونا دنبال اینا کرد. عجیبه، هم دنیا عوض شد.
او زنی دوید. این بچه داره. خب سگی و میمونه زایمان کردن. بس به سگه بچه رو داره میدوه. یعنی چه اتفاق دیگه ممکنه بیفته عجیب تر این؟ نگو که پرواز میکنید میرید هوای هوا. این سگه پرواز کرد رفت هوا. میفهمید؟ سگ زایمان کرد. تو میری اون وقت مامایی میخونی. همه منطقه رو جابجا کردی. سگه رو دیدی 10 متر پرید هوا. دیگه انرژی ندارم من چه ریاکتی انجام بدم. دو فاش دادم. ویدیو بعد آجی آخریشه. سلطان تغییر قیافه در هند داره میدوه. معلومه که میخوام بگیرم بودو. وایستاد اینجا دیگه. من فرار نمی کنم این کثافت های لجنزار. میخواد یه مچ بزنه. آسفی نمیده بالا. میخواد درگیرش این مردی. خب یه چاقو میخواد داره. این چیه؟ خال داد اینجا. اینام لابد نمیشناسن. ازش میپرسه ندیدی؟ یکیو شبیه خودت باشه خال نداشته باشه. اینا گفته نه. اینا باور کردن رفتن دویدن دنبال. ای خدای. حتی زنم نشناختش. مگه داری؟ به آخر گفتش دیگه. خدای چه سرطانیه. چجوری میسازید اینا رو؟ چیکار میکنید شما آقا؟ عزیزم برادر من نسازید. خب اینا رو نسازید. اینا رو. رسیدیم به پایان این ویدیو. مشکل جهان امروز ما اینه که آدمای احمق پر از اعتماد به نفسن و آدمای زرنگ و باهوش پر از شک و تردیدن. تا ویدیو بعدی خدا حافظتون باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب. این سابسکرایب خیلی مهمه. لطفاً سابسکرایب کنید کانال منره. تا ویدیوی دیگه خدافظ.